میخوایم در مورد مباحثی توی سایت فروشگاهی صحبت کنیم که شاید کمتر بهش پرداخته میشه، شاید تا الان کمتر راجبش صحبت شده. البته من این وبینار رو یک بار هم قبلا داشتم ولی متاسفانه ویدیوش ضبط نشده و حالا با یه برگزار کننده داشتم. این دفعه این وبینار بیشتر از جهت اینه که حالا هم ویدیو ضبط بشه، هم برای کسایی که میخوان در آینده داشته باشنش در دسترس باشه. تقریبا حدود 1 ساعت من موضوعات رو با هم بررسی میکنیم، بعد 1 ربع هم تایم پرسش و پاسخ هست که اگه سوالی داشتید میتونید آخر وبینار حالا بپرسید. اگه صدا و تصویر من رو دادید فقط یه فیدبک به هم بدید. اوکی، مرسی. خب میریم در مورد سئو سایت فروشگاهی صحبت کنیم. اول یه معرفی کوتاهی از خودم بکنم. من ندا خالقی ام. 2 تا پوزیشن آخری که داشتم مارکتینگ منیجر سایت فروشگاه لوازم آرایشی بهداشتی الانزا بودم. قبلش مارکتینگ منیجر سایت فروشگاهی لوازم آرایشی بهداشتی شاواز بودم و قبلترش هم دیجیتال مارکتینگ منیجر سایت فروشگاهی ایستل بودم و پروژه هایی که توی زمینه سئو سایت فروشگاهی داشتم توی بالای حالا 10 تا حوزه در حال حاضر پروژه لایو دارم ای کامرس که میتونه کازمتیکس باشه، دیجیتال پروداکتس باشه، داروخونه آنلاین باشه، قطعات خودرو باشه و بخش‌های مختلف دیگه، نمیدونم لوازم ورزشی و لباس و اینجور مسائل. این شد که حالا این وبینار دیزاین شد در مورد کلاً سئو سایت فروشگاهی و دغدغه‌هایی که علاوه بر حالا نمیدونم کیورد ریسرچ و محتوا اینجور چیزها باید توی کلیت سایت فروشگاهی ما داشته باشیم. اگه بخواید با من ارتباط بگیرید، اینستاگرام من ندا خالقی هستش و لینکدینم هم ندا خالقی، فقط تو اینستاگرام 2 تا آی آخرش هستش، یعنی ندا خالقی با 2 تا آی هستش. میتونید اونجا اگه سوالی داشتید، موضوعی بود، فیدبکی بود بدید بهم. خب اما یه سرفصل هایی از وبینار رو میبینید و مباحثی که ما قراره توی وبینار با همدیگه مرور کنیم. میخوایم ببینیم که اصلا ساختار یه سایت فروشگاهی پرفکت چه مدلی هستش، چجوری باید کیورد مپ و کیورد تارگت کنیم، بعد در کل اولویت های سایت فروشگاهی چیا هستش و چه اولویت هایی باید بکنیم، چه دیتایی رو باید بررسی کنیم و ابزارهایی که برای آنالیز داریم. 2 تا ماتریس با هم دیگه یاد میگیریم که ماتریس مکنزی و بس جا ماتریکس هستش و مباحث دیگه‌ای که حالا دیگه نمیخوام خیلی طولانی بشه و میریم با هم دیگه ببینیم که چه داستانهایی رو داریم. ولی این کلا یه کلیاتی از سرفصل‌ها هستش. اول از همه چیزی که خیلی توی سایت فروشگاهی و هر سایت فروشگاهی که ما واردش میشیم اهمیت داره اینه که اصلا استراکچر اون سایت چه مدلی هستش، قراره روی چه دسته‌بندی هایی کار کنیم، اصلا قرار دسته‌بندی کار کنیم، رو فیلتر کار کنیم، رو تگ کار کنیم و اینها. یعنی اصلا باید برامون اول چه سایت بزرگ باشه، چه کوچیک باشه، چه ای کامرس باشه، چه مارکت پلیس باشه، برای خودمون شفاف باشه که ساختار این سایت از چه دسته‌بندی ها و چه بخش های تشکیل شده. خب یک سایت اگه بخوایم بحث فقط کاتگوری هاش رو بگیم و حالا وارد محصولاش نشیم، یه سایت فروشگاهی مثلا خب همونطور که میبینید اول از همه خیلی شفاف یه دسته‌بندی داره دیگه و اینا میگیم چی؟ پروداکت کاتگوری. اما علاوه بر این فروشگاه شانس اینو داره که به جز دسته‌بندی روی محصولاش هم رتبه بگیره و روی بخش‌های دیگه هم رتبه بگیره. مثلا کجاها؟ یه بخشی داره به اسم برندها، نگاه کنید. این بخش فیلترهای اینه. من میرم الان توی مثلا بهداشتی، مراقبتی، بهداشت صورت، مثلا ضد آفتاب صورت. اینجا که بیایید برندها رو بزنید، بعضی از برندهاشون فکر میکنم این مدلی باید باشه که صفحه منحصر به فرد خودشونو دارن.
یه سریشون داره با فیلتر جنریت میشه، دنبال اونایی هم که مستقیم داره با اسم برند برای خودشون داشته باشه. البته این مدلی هم میتونیم ببینیم. اینجا ببین وقتی وارد اینها میشی چه چیزی رو داری؟ صفحات برند ژنوبایوتیک. این صفحه برنده. پس ما به جز صفحه دسته‌بندی یه مدل دیگه دسته‌بندی هم توی سایت‌های فروشگاهی داریم به اسم چی؟ صفحات برند، که جنس صفحه همون دسته‌بندی هستش در واقع، ولی صفحات برند هستن. خب این از این. به جز این ما یک سری فیلتر هم داریم. به جز صفحات برند و صفحات دسته‌بندیمون یک سری صفحات فیلتر هم داریم که داره به صورت داینامیک جنریت میشه. یعنی اینها رو اگر نگاه کنید، مثلا یک صفحه محصول یا یک صفحه دسته‌بندی یا یک صفحه برند، ها رو اگه نگاه کنید به صورت استاتیک هستش، یعنی به صورت ثابت هستش. اما زمانی که میریم توی فیلتر هامون، مثلا من یه فیلتر فعال کردم، شما یه علامت سوال رو میبینید که با این حالت میگیم هندل کردن با کوئری استری و بعدش حالا المان های متفاوت، مثلا اگه قیمت نمیدونم مینیمم ماکسیموم قیمت یا چیزهای مختلف. این URL به صورت داینامیک جنریت میشه با فیلترهایی که کاربر ممکنه تغییر بده. این URL هم از علامت سوال به بعد تغییر میکنه. پس یک بخش دیگه ای که داریم بخش فیلتر هامونه که خودش هندل کردنش و ایندکس کردنش یا نکردنش سوالیه که ما توی سایت های فروشگاهی باید داشته باشیم. خب علاوه بر این الان من یک سری دسته‌بندی داشتم، یک سری برند داشتم، یک سری همچی داشتم، محصول داشتم. به جز اینها من میتونم یک سری صفحات دیگه به اسم تگ هم داشته باشم. تگ ها رو شما میتونید کجا به کار ببرید؟ مثلا من میرم توی الان بهداشتی مراقبتی، دوباره هم میخوام برم توی ضد آفتاب. منو به شدت بده. خب میرم توی ضد آفتاب. وقتی که بیام اینجا مثلا بیایم توی یه موضوعی نگاه کنید، این رو اینا همه کرم های ضد آفتاب لافارر هستن. کرم ضد آفتاب لافارر، کرم ضد آفتاب لافارر، کرم ضد آفتاب نمیدونم لافارر، اینا که کلی لافارر ضد آفتاب داره، فقط همین برند لافارر. یعنی اگه من برم توی برند لافارر میبینم که چی وجود داره؟ یه عالمه ضد آفتاب. این ضد آفتابه، حالا کلی هم ضد آفتاب اینا رنگی هن. یه عالمه خب الان دیدیم این هم ضد آفتاب بیرنگه. الان دیدیم که ضد آفتاب لافارر خودش 10 مدل داره. فکر کنید که من میخوام مثلا روی ضد آفتاب لافارر بالا بیام. خب دسته‌بندی من که ضد آفتاب، برند منم لافارره. عملا من صفحه برای ضد آفتاب لافارر ندارم و زمانی هم که میخواد براش بالا بیاد نمیتونه خب یک محصول بالا بیاد دیگه، درسته؟ چون یک محصول ضد آفتاب لافارر مدل های مختلف داره و عملا تارگت درستی برای اون صفحه نیست. خب چه کار میتونیم بکنیم؟ میتونیم بیایم روی تمام ضد آفتابای لافارر یک تگی داشته باشیم که بزنیم آقا چی؟ ضد آفتاب لافارر. و عملا یک صفحه دسته‌بندی از جنس تگ برای میتونیم ایجاد کنیم که صفحه تارگت ضد آفتابای لافارر بشه. بچه‌ها کلا هم من توضیحاتی که میدم بر این اساس هستش که اسکرین شیر نیست بچه‌ها. آخ ببخشید، حواسم نبود. اب نداره، الان دوباره از اول بهتون نشون میدم. اصلا حواسم به اسکرین نبود چون اولش شیر کرده بودم. الان دارید بچه‌ها اسکرین رو؟ بذارید من این یکی سیستم رو بذارم اینجا که بخونم کامنتاتون رو و ببینم که احکا دارید. دو تا سیستم چون جلومه. خب الان میرم دوباره توی سایت و همینا رو بهتون نشون میدم. ببینید ما یک سری دسته‌بندی داریم، درسته؟ البته تو ویدیو همه ضبط شد. یه سری دسته‌بندی داریم. این دسته‌بندی هست، مثلا دسته‌بندی نمیدونم دیدی کرم، روزونه، ضد آفتاب یا هر چیزی. علاوه بر این
داشتم چیزی رو میگفتم به اسم چی؟ میگفتم آقا ما یه سری صفحات برند هم داریم، مثل چی؟ این ژنوبایوتیک، برند ژنوبایوتیک. URL رو نگاه کنید، برند ژنوبایوتیک. حالا علاوه بر این موضوع ما چی داریم؟ یک سری فیلتر هم تو سایت داریم. مثلا این الان یه فیلتر زدم، چجوری داره هندل میکنه؟ این مدلی کوئری استرینگ و بعدش این میشه داستانش چی؟ داستان هندل شدن توسط کوئری استرینگ که URL چی میشه؟ به صورت داینامیک میشه. یعنی URL مثل اینها دیگه استاتیک نیست، ثابت نیست، بر اساس فیلترهایی که کاربر انتخاب میکنه و دست کاربره میتونه متغیر باشه این URL ها و هی تغییر میکنه. پس تا اینجا اینها رو داشتیم. بعد رسیدیم به چه داستانی؟ به اینکه آقا مثلا من یه سری ضد آفتاب دارم، اینا ضد آفتابای لافار تعدادش خیلی زیاده، پس من نمیتونم روی محصول تارگت کنم یا روی دسته‌بندی ضد آفتاب یا روی حتی مثلا خود برند لافار، اینا هر کدوم تارگت خاص خودشو دارن. اما میتونم بیام چیکار کنم؟ برای ضد آفتاب‌های لافار یه تگ بسازم و روی همه ضد آفتاب‌ها بزنم و عملا یک صفحه جنس دسته‌بندی ولی تگ برای اینها ایجاد میشه. مثلا من الان ضد آفتاب لافار رو خود گوگل سرچ میگیرم، نگاه کنید. این دقیقا براش ضد آفتاب چی آورد؟ لافاره رو برد. این از این یه محصول داره براش بالا میاد. محصول بالا اومدن براش اشتباه، این داره محصول بالا میاد. تارگتش یه محصول نیست، یه دسته‌بندیه که شما باید براش ایجاد کنید این مدلی. پس سعی کنید که برای این موضوع میتونید وقتی تعداد تنوع محصولتون توی اون برند زیاده، ترکیب بین کاتگوری و برند ایجاد کنید. حالا میتونید اسمشو بذارید تگ، میتونید اسمشو بذارید کاتگوری برند یا هر چیز دیگه. پس این از این داستان. ما الان داریم جنس صفحات مختلف توی سایت فروشگاهی رو با هم دیگه بررسی میکنیم که آقا یه سایت فروشگاهی چه مدل صفحاتی میتونه داشته باشه. تا اینجا دیدیم که یه سری صفحات دسته‌بندی داریم، یه سری صفحات برند داریم، یه سری صفحات کاتگوری برند داریم یا همون مثلا میتونیم با تگ هندلش کنیم و یه سری صفحات فیلتر داریم. خود محصولم که وجود داره، اینم که خود محصوله. حالا اولین کاری که توی سایت فروشگاه شما باید به عنوان یک سئو کار انجام بدید، باید تصمیم بگیرید که کدوم یکی از این صفحات شما برای شما اولویت بیشتری داره. آیا روی دسته‌بندی ها باید کار کنید، روی برند ها باید کار کنید، روی کاتگوری برند ها باید کار کنید، یا اصلا چه مدل چیزهایی باید روش کار کنید. من یک لحظه یه شیتی رو بیارم. دیگه خب ببینید این شیت رو مثلا میتونید یه همچین شیتی برای خودتون داشته باشید که آقا من مثلا توی یه داروخونه هستم، حالا میام چیکار میکنم؟ چیزهای مختلف رو دارم، دسته‌بندی هام اینها هستش، یا مثلا صفحات برندم توی اگه آرایشی بهتاش بیارم کامله، اینا مثلا دسته‌بندی هام هستش. خب برای همین ها میتونم برند هام رو هم داشته باشم، اینا کلمات برندم هستش، یا اصلا چی؟ مثلا ترکیبی از کاتگوری برند هام رو داشته باشم مثل اینها، اینا ترکیب کاتگوری و برند هستش و حتی محصولات هم خروجی این میاد، خروجی این 3 تا دسته‌بندی 3 تا بخش میشه محصولات من. حالا این اصلا این شیت چیه؟ چجوری باید بهش نگاه کنیم؟ چیزی که توی ادامه بهتون میگم. فقط الان میخوام بگم که ما یه سری توی هر سایتی دسته‌بندی داریم، یه سری برند داریم، یه سری کاتگوری برند داریم، اینا. بعد یه سری هم مثلا اینجوری دیگه کاتگوری برنده.
این پروداکت، ببخشید این کاتگوری برنده، این کاتگوری برنده، اینا هم یه سری پروداکت که خروجی اونهاست و میاد بیرون. برای هر صنعت مختلفی هم میتونید دوباره همین رو داشته باشید. خب بریم جلوتر ببینیم که داستان به چه صورت اصلا توی سایت‌های فروشگاهی. خب این از این. پس ما فهمیدیم تا اینجا ساختار یه سایت فروشگاهی اصلا از چه چیزایی تشکیل شده. اما در کل اگه بخوایم این ساختار رو خلاصه کنیم، دو تایپ بیشتر نیستش، یا PLP هستن یا PDP هستن. PLP یا پروداکت لیست پیج ها هستن و PDP یا پروداکت دیتیل پیج ها هستن. یعنی این خلاصه پروداکت دیتیل پیج، PLP پروداکت لیستینگ پیج. پروداکت لیستینگ پیج یعنی چی؟ یعنی هر صفحه‌ای که از جنس دسته‌بندی هستش میشه PLP. اما PDP یعنی چی؟ یعنی هر صفحه‌ای که از جنس محصول هستش، جزئیات داره، این لیستیه، این جزئیاته. پس ما به محصولاتمون توی سایت فروشگاهی میگیم PDP و به دسته‌بندی هامون میگیم چی؟ PLP. دسته‌بندی میتونه مثل برند باشه، کاتگوری برند باشه، تگ باشه یا هر چیز دیگه‌ای. خب اما در مورد اولویت بندی کردن توی سایت فروشگاهی یکی از مهمترین المان هاییه که ما داریم. خب اولویت بندی رو از دو سایت انتخاب میکنیم. اول اینکه باید بدونید اصلا چه جنس صفحه‌ای برای شما توی اون سایت اهمیت داره. سایت با سایت توی سایت های فروشگاهی کاملا متفاوته. مثلا ممکنه یک سری سایت ها باشن که فقط دسته‌بندی‌هاشون برای شما مهم باشه و اصلا پروداکتاشون سرچ نداره. حتی پروداکتاشون توسط خودشون نامگذاری شده. مثل چی؟ مثلا این سایت ها رو ببینید. ببینید مثلا استخر بادی اینتکس کت فلان، لیمو، نمیدونم مدل فلان، یا استخر بادی با ارتفاع اینتکس مدل. میدونی اصلا پروداکتشون اسم مشخصی نداره، این کدا رو هم خودشون میذارن، اصلا کسی با کد سرچ نمیکنه، خریدار که نمیدونه استخر بادی کد داره یا نداره. پس از اونجایی که اصلا شناخته شده نیست اینها، نهایتا کلماتی که سرچ داره مربوط به دسته‌بندیه. استخر بادی، خرید استخر بادی، قیمت استخر بادی، استخر بادی ارزان، استخر بادی خانگی، نمیدونم ایکس و ایگرگ. محصولات تو همچین سایتی اهمیتی توی SEO ندارن، فقط به عنوان اینکه توی دسته‌بندی رلوانسی محتوا رو ببرن بالا اهمیت دارن، وگرنه قرار نیست من روی این پروداکت رتبه بگیرم. خود پروداکت اونقدی تارگت من نیست. اما یه سایتی هم مثل دقیقا سایت های آرایشی بهداشتی ممکنه هم ضد آفتاب لافارر سرچ بشه، هم ضد آفتاب لافارر SPF 30 سرچ بشه، SPF 50 سرچ بشه، یا گوشی مثلا تکنولایف. من گوشی رو باز میکنم، هم گوشی موبایل، گوشی آیفون، گوشی شیائومی سرچ میشه، هم چی گوشی مثلا آیفون، مثلا این گوشی موبایل شیائومی مدل ردمی نوت 13 سرچ میشه، هم شیائومی گوشی شیائومی سرچ میشه، هم ردمی مدل نوت 13 سرچ میشه. پس هر دوی اینها تا حد خوبی سرچ دارن. خب اینجا چیه؟ هم PDP مهمه هم PLP مهمه. اما یه سری سایت ها هم هستن که خیلی کمه این مدل سایت ها، ممکنه که فقط PDP هاشون مهم باشه، یعنی فقط محصولاتشون سرچ بشه. معمولا تو سایت های صنعتی که مثلا یه محصولی شناخته شده است این اتفاق میفته، ولی کمن. توی سری سایت ها مثلا سایت های طلا فروشی، مثل این گردن درد عجیبی دارم، نمیدونم چرا. خب مثل سایت های طلا فروشی داستان این مدلی که ممکنه هم مثلا 3.5 ست سرچ بشه، اما توی 3.5 ستاش بذارید بیاد همه 3.5 ستاش سرچ نشه، مثلا برگ نمادار سرچ نشه،
چون کسی نمیدونه، از خودش اسم گذاشتن. اما ممکنه که مثلا نیمست کارتیر یا مثلا رولکس یا گوچی یا نمیدونم تنیسی، این تیفانی، اینا که مدلای معروفه سرچ داشته باشن. پس اینجا میشه PLP و بعضی از PDP ها که فلگشیپ های ما هستن و سرچ دارن. این پس اولین چیزی که توی سایت فروشگاهی باید بدونید که آقا قراره روی چه مدل صفحه‌ای من کار کنم، قراره رو PDP کار کنم، قراره رو PLP کار کنم، یا کلا روی چه مدل صفحه‌ای قراره کار کنم. این از این مدل. اینجا یه سری مثال براتون نوشتم دیگه. پروداکت پیجا مثلا مثل کرم ضد بلافار SPFC، کاتگوری پیجا اینه، مثال هایی که حالا توی اینجام زیاد زدم. اما علاوه بر این که قراره اولویت بندیمون بر اساس این باشه که اصلا چه سرچی دارن، قراره توی بیزینس یه سری سایت های دیگر رو هم برای اولویت بندی ما در نظر بگیریم. اصلا چیزی که معمولا توی SEO بهش توجه نمیشه و در نظر نمیگیرن دقیقاً این بخش هستش که ما قراره نگاهی فراتر از SEO برای سایت های فروشگاهی داشته باشیم. یعنی فقط SEO نیست که، یعنی سرچ والیوم نیست که مهمه و اون سرچ کلمه نیست که مهمه، چیزهای دیگه هم باید مهم باشه. مثل چی؟ مثل اینونتوری، مثل مارژین و پروفیتش و بخشای دیگه استراتژی بیزینس. براتون مثال میزنم. مثلا فکر کنید شما یک محصولی رو میخواید SEO کنید ولی موجودی دائم نداره. به طور مثال من توی شاواز میخواستم روی تینتلب SEO انجام بدم، ولی تینتلب انقدر اون موقع کالای ترند و پرفروشی بود که به محض موجود شدن آنن فانن تموم میشد و هیچ وقت موجودی ثابتی نداشت. وقتی یک کالای عمدتاً ناموجوده، عملا شما توی سایت فروشگاهی نمیتونید SEO کنید. یه چیزی که باید توجه داشته باشید موجودی فولش و قیمت رقابتیشه، یعنی قیمتش هم باید رقابتی باشه. شما اگه اوکی بعد به کامرشال که میگفتم بیا این رو موجود کن، میدید چه اتفاقی میافتاد؟ میگفتش که اوکی مثلا حالا توی هر سایتی موجود میکنم ولی مثلا قیمت خوب. این اتفاق میدونین چیه؟ عملا سئوتون بازم تاثیر منفی داره، چون کاربر میاد تو صفحه میبینی که قیمت مثلا 2 برابر اون یکی سایت شما استفاده نمیکنه و همین به گوگل این سیگنال رو میرسونه که آقا نیاز کاربر رو نتونستی برطرف کنی. پس موجود بودن با قیمت درسته که اهمیت داره. علاوه بر اون ممکنه که یه کالای خیلی سرچ داشته باشه ولی کارفرما به دلیل اینکه سود کمی براش داره یا اصلا سودی نداره نخواد روش SEO انجام بده. مثلا توی فکر کنید قطعات ماشین، کارفرما میگه که آقا درسته که 206 خیلی مثلا سرچ داره و اینا، ولی من شاید نخوام روی 206 کار کنم چون که فروشش برام سودی نداره و عملا چون ارسالم رایگانه، حتی هزینه ارسال من هم در نمیاد، من میخوام رو ماشین‌های خارجی کار کنم. پس این یک چیزی سود باید داشته باشه اون کالا برای بیزینس. و استراتژی دیگر هم در نظر بگیرید. استراتژی دیگه یعنی چی؟ یعنی تو بیزنس های بزرگ زمانی که شما میاد و شروع میکنید به SEO کردن، یک سری المان های علاوه بر مارژین و فروش و نمیدونم اینها هم مؤثره. مثلا فکر کنید شما دارید یه تیم کامرشال دارید یا تیم بازرگانی دارید، زمانی که شما یک کلمه رو SEOش رو میارید بالا، میرن تو مذاکراتشون به شدت کمک میکنه برای بستن قراردادهای بهتری با اون برند. میگن آقا مثلا من اسم برند تو رو رتبه مثلا 2 گوگلم، 3 گوگلم، صفحه اول گوگلم، رو برندت کار کردم، پس تو بیا به من سود بیشتری بده، مارژین بیشتری بده، قرارداد بهتری بده. یعنی یک سری تو مذاکرات بی تو بی هم برای سایت های فروشگاهی به شدت تاثیرگذاره. چون سایت فروشگاهی مخصوصا مارکت پلیس ها، حتی ای کامرس ها که تامین کننده دارن، از کجا تامین میشن؟ از یک سری تامین کننده ها دیگه. حالا شما فکر کن روی اسم برند اون رو تو 1-2 گوگل باشی، عملا یک ابزار برای چانه زنی بیشتر توی مذاکراتت داری. پس این رو همیشه در نظر داشته باشید. حالا اما علاوه بر این موضوع، ببینم چقدر رفته، نیم ساعت. خب بچه تا اینجا سوالی ندارید؟ اگه سوالی تا اینجا دارید یادتون نرفته بپرسید. سوالی اگه هست
سوالی نیست. اوکی. خب حالا اما میخوایم در مورد دیتا صحبت کنیم. اینکه دیتا توی سایت های فروشگاهی چه تأثیری داره. ببینید کلا سایت فروشگاهی که بدون دیتا بره جلو همه چیز اشتباهه، یعنی اصلا بود ندارد، نمیشه که توی سایت فروشگاهی با دیتا شما آنالیز نداشته باشید به عنوان حتی سئو کارتون. یعنی سئو کاری که دیتای فروش رو نمیدونه، محصولات پرفروش رو نمیدونه، صفحات پربازدید رو از طریق آنالیتیکس در نمیاره، یه ذره نمیدونه داره چیکار میکنه توی سایت فروشگاهی. یعنی سئو کار باید بدونه تاپ برنداش توی سایتش کدوماست، تاپ اسکیو هاش کدوماست، تاپ کاتگوریاش کدوماست از نظر فروش. علاوه بر این مثلا اگه بدونه مارژین هر کدومم چیه، میتونه استراتژی رو در بیاره توی فروشش که الاین با استراتژی سازمان باشه، نه اینکه سئو برای خودش بره مثلا روی محصولی کار کنه که نه فروش آنچنانی در سازمان داره، نه مارژینی داره، نه جزء تاپ برند، نه جزء تاپ اسکیو هست. و در مورد صفحاتش هم باید دقیقاً اطلاعات داشته باشه، کدوم صفحه پربازدیدترین هاست، کدوم صفحات ماندگاری کاربرا توش بیشتره و از این جور دیتا ها. یعنی مثلا بیایید تصور کنید که شما سایتی دارید که یک سری کلمات هست که پر سرچن ولی اولویت اون بیزینس نیستن، تاپ اسکیو های پرفروش اون بیزینس نیستن. مثلا رنگ مو خیلی پر سرچه، ممکنه تو سایتی هم که شما کار کنید باشه ولی اصلا اولویت اون بیزینس برای اون فروش نباشه. هر بیزینس فروشگاهی، عمده بیزینس های بزرگ مخصوصا مارکت پلیس ها 80-20 اینو یادتون باشه، 80% فروش از 20% اسکیو ها داره تامین میشه. سئو کار وظیفشه که اون 20% اسکیو ها رو بشناسه، استراتژیشو الاین با اونها دیزاین کنه و بتونه تو اون راستا قدم برداره، نه اینکه واسه خودش مثلا بره رو رنگ مو کار کنه که اصلا شاید اولویت اون بیزنس نیست، هرچند اگه پر سرچ باشه. خب من برمیگردم روی این شیت تا بهتون یه توضیحی بدم. ببینید زمانی که شما میاد دسته‌بندی ها رو در میارید، برای اینکه بدونید سایت‌های دیگه بیزنس هم داخل کنید، سرچ والیومش رو میزنید از گوگل پلنر یا هر ابزاری که باش راحتید. اولویت سئو رو بر اساس سرچ والیوم وارد میکنید. مثلا اولویت سئو این اگه 10,000 این 1000، اینا عدد و تمپلیت ها بچه‌ها. اینو میذارم 10، مثلا این 1 3 4 به نسبت همدیگه امتیاز میدید بهش. از این ورم یه امتیاز کامرشال بیزینس، حتی این ستوناتون میتونه المان‌های مختلف رو توش داخل کنه. یه امتیاز هم به این میدید آقا کامرشال گفته اینقدر میتونم موجود کنم، حتی میتونه اینو جدا باشه، امتیاز موجودی این، امتیاز نمیدونم مارژین این، امتیاز چیش دیگه، این به سلیقه شماست و میزان ریزبین بودن شاست، یا میتونه همشون به یه مثلا امتیاز کارفرما یا بیزینس محدود بشه یا کامرشال، هر چی که اسمشو میذارید. یه امتیاز هم از این سمت و این ستون ضرب این دوتا رو در نظر میگیره و در نهایت امتیاز نهایی و اولویت بندی شما رو بین هزاران دسته‌بندی و هزاران کاتگوری و هزاران برند در میاره. چون سایت مارکت پلیس یا سایت ای کامرس انقدر بزرگ هستن که شما باید از یه جا شروع به اولویت بندی کنید و باید بدونید که میخواد روی چی کار کنید که هم از نظر سرچ والیوم و هم از نظر سئو براتون اولویت داشته باشه، هم از نظر بیزینس و سود و فروش و موجودی و اینا همه اینا رعایت شه. یه همچین گوگل شیتی کلا میتونه روی اولویت بندیتون کمکتون کنه. خب نفسم بند اومد، انقدر تون حرف زدم. این از این. حالا دیتا هایی که برای ابزارهایی که نیاز دارید چیه بچه‌ها؟ اگه سایت فروشگاهی دارید حتما مانتایزیشن یا این هنسی کامرس رو توش راه بندازید. نگاه کنید گوگل، اگه الان بتونم آنالیتیکس رو باز کنم چون این سمینار با چیزی سره VPN کار نمیکنه.
خب الان فکر کنم صدام رو دارید بچه‌ها. قطع شد دقیقه اینترنت. آره یه دقیقه اینترنت قطع شد. من تا شیر کنم پیادم نرفته. خب الان این آنالیتیکس روی اکانت های مختلف که بخوایم بریم که جواب بده، چون در حال آپلود دانلود هستیم. روی لود نمیشه متاسفانه اون بخشی که میخوام. یک لحظه توی اون یکی اکانته من بتونم بقیه اکانت رو بیارم خیلی خوب میشه. میخوام روی دموی گوگل نشون بدم. دمو اکانت گوگل اگه برید از این برم میتونیم بریم. از همونجا لاگین کنم که ایمیل متفاوته، به خاطر همین لود نمیشد. روی این بیایم دمو اکانت آنالیتیکس گوگل این باید باز بشه، ولی بدون وی پی ان یه ذره اذیت میکنه. نمیاره بدون وی پی ان. وی پی ان هم وصل کنم احتمالا این سمینار قطع میشه. ولی در کل میخواستم بگم که حتما بخش مانیتایزیشن رو آورد. خب این خب این از این. نگاه کنید اینجا یه دونه دارید این. قبلا اسمش اینهانس کامرس بود، الان شده چی؟ مانیتایزیشن. یه چیزی دارید به اسم ای کامرس پرچیز. اگه بیاید اینجا میزان خرید هر سیستم، هر مثلا پروداکتتون رو، هر برندتون رو، میزان سودی که کردید رو میتونید تنظیم کنید، رونیویی که دارید، میزان پرداختی که شده تو سیستمتون، همه اینها با دیتا لیرهایی هستش که توی بک اند نوشته میشه. ولی این دیتا به شدت کمکتون میکنه که بدونید آقا من از سئو کار، از مارکتر، این کالا چقدر فروش رفته، این برند چقدر فروش رفته، این آیتم نیمشه. مثلا میتونید بر اساس آیتم برند بذارید، این آیتم برند هاشه،
این رو میتونید حالا ست کردنش خودش کلا مفصله که چجوری این دیتا رو بتونیم بخونیم. توی سایت های وردپرسی با یه پلاگین راحت انجام میشه، ولی توی سایت های اختصاصی باید حتما یه سری کدها رو بدید برنامه‌نویستون از بک‌اند بخونه که این سری دیتا لیر ها هستن. ولی به شدت این دیتا میتونه کمکتون کنه، یعنی اگه سایت فروشگاهی دارید و این رو ندارید یه ذره مسیر اشتباه هستش. خب این از این موضوع. برگردم من روی اسلاید، چقدر اینجا چیز بازم تب بازم اسلاید. پس دیتا رو حتما حواستون باشه. اما اینجا میخوام بهتون 2 تا ماتریس معرفی کنم، یکی اینه یکیش این. یکیش بساج ماتریکسه، یکیشم ماتریس مکنزیه. نیازی نیست که توی سایت های فروشگاه شما برید ماتریکس بکشید، نیاز نیست که دیدگاه ماتریکسی داشته باشید. یعنی این خیلی 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 مهمه که دیدگاهتون ماتریکسی باشه، نه که برید حتما ماتریکس بکشید. اینو میگم که فقط یه دید بگیرید لزوما. ببینید توی هر فروشگاهی، توی هر بیزنسی 4 تایپ محصول وجود داره. یه سری ها علامت سوال ها هستن که تازه اومدن به بازار و هنوز تکلیفشون مشخص نیست که قراره بازار چه بازخوردی بهشون نشون بده. قرار جزو پرفروش ها بشن، قرار جزو داگ ها بشن، یا چی قرار برشون واکنش نشون بده. یا مثلا استارها که رشد خوبی دارن و سهم خوبی هم از بازار دارن. علاوه بر اون گاوهای شیرده هستن که خودشون رو ثابت کردن و دارن بخش خوبی از کشفلای مجموعه رو تامین میکنن. داکس ها هستن به جز اون که داکس ها چه چیزهایی هستن؟ اونهایی هستن که فروش خوبی داشتن یا نداشتن و دیگه در حال چیه؟ در حال اینه که رو به مرگن، رو به موتن. در واقع ممکنه اینهایی بودن که قبلا گاو شیرده بودن، ممکنه نه واقعا مثلا این معرفی ها بودن و اینها، یعنی علامت سوال ها بودن یا استارها که اصلا به این مرحله نرسن. یعنی لزوما این مدلی نیست که حتما برسه محصوله، یه مدت رشد کرده بعدش افول کرده، یا اصلا تو لایه معرفی زمانی که داشته گیج بوده اومده رفته به سمت افول. خیلی خوبه که محصولاتمون رو توی سایت‌های فروشگاهی بشناسیم. توی سایت‌های فروشگاهی هم همینه. یعنی یه سری محصول داریم ما که گاوای شیرده فروشگاه اینترنتی مونه که ما اینها همیشه میفروشه و همیشه یه تعداد خوبی داره به فروش میره. مثلا کافی که قیمتمون به اندازه بازار باشه، خیالا یه کم هم بالاتر باشه حتی میفروشه و داره درصد خوبی از فروش رو میده که معمولا توی یه سری از سایت 6 تا 7% فروشگاه اینترنتی با این محصولات هستش. علاوه بر اون یه سری هم برند جدیدی که میاد، حالا باید بدونیم که آقا میخوایم میزان سرمایه گذاری که رو برندهای جدید بکنیم چی و چرا، و حتی رو سئو هم همینه. خب اون گاوای شیرده رو که باید داشته باشیم همیشه، یعنی جزو بالاترین اولویت های سئو ماست، چون داره کشف‌الای مجموعه رو داره تامین میکنه. اما این معرفی ها مگه اینکه استراتژی خاصی، دیل خاصی، بودجه خاصی ازشون گرفته باشیم که بخوایم رو محصولشون کار کنیم. این هایی هم که رو به رشد، معمولا ترافیک خوبی رو تو آینده برای ما میاره. مثلا چه میدونم یه گوشی که جدیدی، دیوایسی که جدید معرفی میشه به بازار، یا مثلا توی همون کالای لوازم آرایشی تینتی که تازه اومد و یه رشد خیلی خوبی داشت، تینت لب ها، و کالاهایی هم که رو به افولن. یه سری برندها هستن که دیگه به اندازه گذشته خیلی بازخورد ندارن، مردم دوستشون ندارن. شما این فلو رو توی کالاهای تک خیلی میبینید، یعنی توی فروشگاه‌های اینترنتی تک بیس. زمانی که یه کالا میاد معرفی میشه، معلوم نیست بازخورد بازار چیه، رشد میکنه بعضیاشون، یعنی این فرآیند این مدل رو بعضیاشون به لایه بلوغ میرسه و بعدش هم افت میکنه. مثلا آیفون مدل مثلا چه میدونم ایکس افت کرده دیگه، الان به اون صورت دیگه تو بازار نیست. پس این دیدگاهه یعنی چی؟ یعنی اینکه بدونید محصولاتشون ارزشش توی فروشگاه اینترنتی شما کدومه و چقدر باید دغدغه‌شو داشته باشید. چون یه فروشگاه اینترنتی بزرگ 20,000 تا مثلا یه فروشگاه همین مثل شاواز و اینا 20,000 محصول دارن، حدوداً نمیدونم چند صد تا دسته‌بندی دارن و حدوداً 600 تا برند توشونه. اینکه شما بتونید بین اینا دسته‌بندی کنید، حالا بیاورو مثلا کدوم محصول، کدوم برند، کدوم دسته‌بندی، همه اینها نگاه به همچین دیدگاهی داره.
علاوه بر این راجع به ماتریس مکنزی میخوایم صحبت کنیم. ماتریس مکنزی 2 تا لاین داره دیگه، یه دونه افقی یه دونه عمودی. عمودیه به ما چی رو میگه؟ میگه که آقا صنعت، جذابیت های صنعتی چقدر برای این. جذابیت صنعتی یعنی چی؟ یه سری فاکتورها جذابیت صنعت رو نشون میده، مثل مارکت سایزش، گروث ریتش، یا حالا اصلا چقدر مقرون به صرف است و اینها، و چقدر اینها همه نشون میده که این مارکت شیره چقدره، چقدر میتونه بزرگ بشه، رشدش چقدره، چقدر میتونه مارژین برای ما داشته باشه و عملا اینها جذابیت اون صنعت رو نشون میده. مثلا نمیدونم کالاهای خارجی، کالاهای ایرانی، فکر کنید تو آرایشی بهداشتی، مثلا جذابیت صنعتش چقدره، چقدر میتونه رشد کنه، چند درصد مثلا نمیدونم همه اینها و سایز مارکتش چقدر و اینا، این نشون میده که آقا جذابیت اون صنعت چجوریه. دومی کامپتیتیو پوزیشن هستش، اینکه ما چقدر توی اون صنعت یا توی اون موضوع چقدر مزیت رقابتی داریم و میتونیم رقابت کنیم در واقع. یعنی اگه برگردم روی اسلاید اینور، خب حالا این رو میتونید دسته‌بندی کنید دوباره بر اساس ستون‌های افقی عمودیتون. داستان چیه؟ داستان اینه که هر چقدر مزیت رقابتی من بیشتر باشه، خب اون بازار برام سیف‌تر عملاً، و هر چقدر اون صنعت جذاب‌تر باشه، هم سیف‌تره هم پرسودتره برام و منطقی‌تر کار کردن روش. اما هر چقدر مزیت رقابتی من کمتر باشه، عملا خب محکوم به شکستم دیگه تو اون بازار. این رو شما توی سایت‌های فروشگاهی برای سئوتون باید کجاها در نظر داشته باشید؟ باید برای مثلا رقابت قیمتیتون در نظر داشته باشید، برای موجودیتون در نظر داشته باشید. آقا من قدرت رقابتم چقدره، چقدر قیمتم رقابتی، چقدر موجودیم استیبل تو این موضوع، چقدر توانایی مانور دادن دارم، محتوام چقدره، سرعت سایتم چقدره. یعنی همه اینا میشه توانایی رقابت شما و مارکت شیرش. اوکی من خیلی قیمتم خوبه تو این حوزه، دارم سئویش میکنم، خیلی قیمتم خوبه، موجودی هم دارم، مثلا چقدر سرچ داره، چقدر طرفدار داره، چقدر این جزایی مثلا کلا ما 2 نفر سرچش میکنن، میشه چی؟ این دیگه لا میشه دیگه. اوکی من همه اینا رو هم دارم ولی لاه، پس چی میشه؟ باید یه ذره سلکت شده تر برم سراغش، یعنی باید راجعش فکر کنم و بعد برم سراغش. این رو هم نگاه یه همچین ماتریکسی داشتن توی فروشگاه اینترنتی، حتی توی سئو یا مارکتینگ میتونه به شدت کمکتون کنه. اما موضوع بعدی که میخوام راجبش صحبت کنم در مورد کانتنت استراتژیه. یه موضوعی رو که باید همیشه بهش دقت داشته باشیم اینه که برای کانتنت استراتژیمون لازم نیست حتما تمام محصولات ما محتوای متنی داشته باشه یا تمام دسته‌بندی های ما محتوای متنی زیاد و خسته کننده داشته باشه. کلا بچه‌ها کانتنت داره میره به سمت اینکه کاربر استفادهش کنه. یادمون باشه اول کانتنت توی سایت فروشگاهی حتما کانتنت متنی نیست، یعنی ما میتونیم کانتنتمون عکس های محصول باشه، عکس هایی جذابن، ابعاد مختلف محصول رو نشون میده، نظرات کاربرانمون باشه، نظراتی که واقعی ان و کاربران تشویق میکنیم نظر بذارن، ویدیو محصول باشه، اینفوگرافیایی که حالا داریم برای حالا هر خدماتی یا چیزی، و انواع کانتنتی که کاربر رو کمک میکنه بخرید. مثلا استخربادی عمیق چه کانتنتی داره که من باید برای این بنویسم؟ من فقط باید کانتنتی برای این محصول بنویسم که کاربر من رو مثلا ابعاد استخراج که لازم بنویسم، ویژگی‌های محصول رو، روش خرید رو، وزنش چقدره، مثلا این چیزایی که کاربر براش سواله. لازم نیست حتما برای همه محصولا مثلا چند هزار کلمه بنویسیم، یا اصلا پی دی پی و پی ال پی ما تارگت اون صفحه، تارگت رتبه گیری ما هست یا نه، نیاز به محتوا داره یا نداره، اگه نیاز داره نیاز به چه نوع محتوایی داره، و آیا حتما باید محتوای متنی زیاد باشه یا چیزهای دیگه برای صفحه اهمیت داره. پس یه ذره نگاه تولید محتوا توی سایت فروشگاهی باید نگاه کاربرپسندتر باشه و اون چیزی که نیاز کاربر برطرف می‌کنه. طبیعتا زمانی که شما دارید در مورد یک دسته‌بندی می‌نویسید، خب
یا مثلا دسته‌بندی توی حوزه تک می‌نویسید یا یک محصول توی حوزه تک می‌نویسید، مثلا گوشی آیفون 14 پرو مکس رو دارید می‌نویسید، برای کاربر سواله که این دوربینش چی جوریه، نمیدونم رمش چی جوریه و مشخصات دیگه، سیدیش، اندازش. و خب دستتون تو محتوا بازه و باید هم رقابتی بنویسید. علاوه بر این حالا میتونید خلاقیت دیگه هم محتوا داشته باشید که کاربر رو تو خرید کمک کنه. اما توی همه صنعت‌ها اینجوری نیست. بهتره که محتوایی که ایجاد میشه توی فروشگاه‌های اینترنتی محتوایی باشه که بیشتر باب دل کاربره و کمک میکنه اون رو به خریدش. اما موضوع بعدی که حتما توی سایت‌های فروشگاهی باید بهش دقت کنیم، مثلا این سایت رو شما ببینید، یه سایتی بود که خیلی بالا بود و افت کرد و دلیل اصلیش هم یو ایکسه. باز بشه. من اون استخرباتی رو دوباره میزنم و این هم جزو سایتایی بود که من دیدم خیلی سریع رتبه گرفت. بکنم وی پی ان دارم باید خاموش کنم. یا سایتشون اصلا کلا سرورش دانه. خب فکر کنم سرورشون کلا دانه. ولی جزو سایتایی بود که اینو ببینید، کاش باز میشد و بهتون میتونستم نشونش بدم کاملا معنی یو ایکس و اهمیت یو ایکس رو بهتون بدم. مثلا اومده بالا یه دونه خیلی زود رشد کرد، بالا اومده قشنگ ساعت پاسخگوییشو گذاشته، درسته یه ذره خیلی یو آی خوب نیست ولی کاربر دوست داره تو این حوزه. بعد اینجا اومده بودم پروموشن هاشو گذاشته، تخفیف هاشو گذاشته، یعنی تو حوزه‌ای که خیلی ساده بود اتفاقا به دلیل ضعف یو ایکس به شدت سریع افت کرد سایت. اینجا ویدیو داره یه دونه، نمیدونم اومده اینجا تخفیفاشو گذاشته، یعنی کار کرد. و این سایتی که مثلا همین باید بهتون نشون بدم، حتی بنر اولیه سایتش درست نیست، یعنی هیچ اطلاعاتی رو منتقل نمیکنه، هیچ چیزی از این پروموشن ها تو سایتش نداره. پس چیزی که مهمه علاوه بر اینکه اصلا جرنی کاربر تو خرید چی باشه، کاربر بتونه فلو خرید راحتی رو داشته باشه و اطلاعات کاملی رو داشته، حتی این موضوعات یو آی هم مهمه. و علاوه بر اون مثلا زمانی که وارد محصول میشید، نمیدونم این ستاره ها به صورت دیفالت مثلا 5 تاش باشه نه 3 تاش، اینو تنظیم کنید، یا مثلا افزودن به سبد خرید دکمهش اوکی باشه و خیلی از اتفاقات این مدلی عکسای محصول اوکی باشن، یعنی تمام اطلاعات محصول، مدل محصول گذاری، محصولات مرتبط پایینش باشن، نگاه‌های ریز داشته باشید به یو ایکس. و حالا آدم بخواد بگرده کلی ایراد پیدا میکنه از همین یو ایکس همین سایته، ولی به نسبت رقباش بهتره. شاید به نسبت یه سایت پرفکت مثلا چه می‌دونم دیجیکالا رو باز کنیم 1000 تا سایه 1000 تا ایراد یو ایکس داشته باشه، ولی به نسبت رقباش تو این حوزه خیلی داره بهتر عمل میکنه. و یو ایکس و یو آی علاوه بر این که جرنی خوب کاربر و حالا حس خوب کاربر رو باید داشته باشه، باید اطلاعات پروموشنی خوب هم داشته باشه برای کاربر، یعنی به کاربر نشون بده مثل این که این سایت یک سایت زنده هستش و سایتی که صاحب داره. وقتی که شما وارد یه همچین سایتی میشین و حس میکنین که مثلا ببینید ما یه سایتی داریم الان همه رو رتبه 1، یه مشکلی داریم با کارفرما، میگیم آقا بیا اینا رو اصلاح کن، ولی اینا رو متوجه نمیشه. الان من اینجا وارد میشم، اصلا احساس حالا اینکه یه دوره‌ای داره میفروشه رو به من نمیده. میبینید از نظر یو ایکسی به نظر من خیلی مشکل داره. اینجا میتونه این بنر اول یه بنر دوره خوب باشه، با اینکه الان یکی گوگلیم، ولی اگه اینجوری ادامه بده افت میکنه واقعا، چون کاربر اول میگه چرا تماسخور ندارم.
خب معلومه، چون اصلا کاربر اون احساس رو به کاربر نمیدی که الان من یه آکادمی ام و میخوام به تو اصلا دوره بفروشم و باید اول همون تو بنر اول یه چیز در مورد دوره بگی دیگه. این بیشتر از اون داره، با اینکه وبلاگه بیشتر داره منتقل میکنه اون احساس رو. مثلا اولش اومده ویدیو گذاشته از معرفی از خودش، و این کاربر رو یه دقیقه درگیر میکنه. حالا اینا هم مثلا خوب نیستن، خیلی بهتر از اینها میتونه یو آی و ایکسشون باشه که کاربر که وارد میشه، یا مثلا اینو ببینید دوره سایتایی بود که خیلی زود رشد کرد تو این حوزه و فقط به خاطر این کاربر باش راحت کار میکنه، سریع به اون نتایجی که میخواد میرسه. ببین مثلا میاد اینجا مثلا طرف آموزشیشو گذاشته، مدارک، نیازهای کاربر، دقیقا مدرکاش چیه. سوال اینا هم اینه که مدرک چی میدید. مهر ماه 1403 کلاسای آموزشیمون این هاست. و جالبه دیگه برای کاربر اینها و خیلی زود تونسته با نصف هزینه بقیه رتبه بگیره، نصف هزینه که تو رپورتاج اینا کردن. این از این موضوع. پس یو آی و یو ایکس هم این روزا داره فراتر از فقط تجربه کاربر میره، حتی داره تو دنیای مارکتینگ و اون حالت زنده بودن سایت هم میره. و در نهایت توی آخرین اسلاید باید بهتون بگم که بچه‌ها امروز سئو، مخصوصا سئو سایت فروشگاهی یا حالا سئو هر سایتی، یه ذره داره فراتر از بکلینک، محتوا و همه اینها میره و بیشتر به تجربه های کاربر برمیگرده و میزان اینگیج بودن اون کاربر. پس اگه دارید وارد صنعتی میشید که سوشال مدیا قوی داره رقیبتون، مثلا صنعت آرایش بهداشتی خانومی یک سوشال مدیا بسیار قوی داره، باید این رو در نظر بگیرید. آیا دارای تبلیغات خیلی گستردن، باید این رو در نظر بگیرید. تو فضای آنلاین میتونه مثلا نمیدونم بنرها و سی پی سی ها هر چیز دیگه ای باشه، یا اینکه مثلا تهران رو کلا بیلبورد کردن. همه اینها در نهایت باعث سرچ برند، ارگانیک سرچ، ببخشید سرچ ورودی دایرکت و برندد سرچ میشه و باعث میشه که توی رقابت برای شما موضوع سخت‌تر بشه. پس همه اینها رو در نظر بگیرید و بدونید که سئو توی سایت فروشگاهی یا حالا هر سایت دیگه‌ای، بیشتر ما در فروشگاهی صحبت می‌کنیم، فقط داستان نمیدونم محتوا سرچ و اینا نیست. توی سایت فروشگاهی علاوه بر اینکه شما ساختار رو بدونید، یه ذره هوشمندانه برید جلو، باید ابعاد مختلف بیزنس رو بدونید، تاپ اسکیو ها، تاپ برندها، اولویت‌های مختلف بیزنس تو محصول، مارژینش، اینونتوریش و همه اینها که تاثیر میذاره، علاوه بر اون یو آی یو ایکس تجربه‌ای که کاربر با سایت داره. در نهایت همه اینا باعث میشه که سئو شما بتونه تو دنیای رقابتی امروز توی ای کامرس ها نتیجه بگیره. و دیگه فکر می‌کنم این اسلاید آخر بود و تمام. اگه سوالی دارید میتونید بپرسید توی کامنت ها. سوال بچه ها؟ اگر هم سوالی ندارید که میتونید برید و خسته هم نباشید. من حالا هستم اگه سوالی دارید جا. خواهش میکنم، سلامت باشید. پس اگه سوال ندارید که خسته نباشید. من این ضبط رو قطع کنم.